پس بریم با هم دیگه ببینیم که MVM X55 Pro توی جاده چه مصرف سوختی داره. بعد از تهران باکو پر کردم و تقریبا 300 کیلومتر مسیر داشتم و طبق چیزی که کامپیوتر سفری داشت اعلام میکرد این ماشین با این حجم سوخت باید 716 کیلومتر راه میرفت. اینم اضافه کنم که با اینکه توصیه شده واسه این ماشین باید بنزین با اکتان 95 استفاده کرد، من بنزین معمولی توش زدم. بیشتر مدت کولر ماشین روشن بود ولی خب سعی کردم که از کروز کنترل استفاده کنم و سرعتم از محدوده مجاز خارج نشه. عمده مسیر کفی بود و یه جاهایی مصرف میانگین زیر 6 لیتر در 100 کیلومتر هم رسید. ولی خب یه جایی هم گردنه داشتیم که اینجا طبیعتا مصرف ماشین بیشتر بود. بین راه 10-20 کیلومتری هم توی شهر سمنان چرخ زدم که مسیر شهری طبیعتا مصرفو بالاتر میبره. خلاصه سرتون رو درد نیارم، بریم ببینیم که نتیجه چی شد. از لحظه‌ای که باک ماشین رو پر کردم تا الان تقریبا 322 کیلومتر رفتم و مصرف سوخت میانگینی که خود ماشین محاسبه کرده 6.9 لیتر در 100 کیلومتر. اما الان دوباره باک ماشین رو لب به لب پر کردم و